من مریم مقدم هستم، کارشناس ارشد مامایی، دکترای مدیریت کسب و کار دارم و سالهاست که در زمینه طب سنتی درمانگر هستم در ایران. من در کنار درمانی که برای بیماران انجام میدم از محصولات ارگانیک و فراسودمند شرکت لایمن تجویز میکنم و اثرهای درمانی عالی در مورد بیمارای مختلف هم دیدم. ما مواد مختلفی داریم در درمان که از طبیعت گرفته شده، ارگانیک، دست بشر دخالت نداره، سم و کد شیمیایی بهشون نخورده. مثلا گرده هایی داریم که از گل های مختلف تهیه شده. این گرده خشخاش هست، آرام بخش، بهبود عملکرد مغز میده، خواب رو خوب میکنه، استرس رو کم میکنه، لوله های رحمی رو در نازایی ها من دادم، عفونت های لوله رحمی رو پاک میکنه و سیستم باروری رو تقویت میکنه. گرده دیگه‌ای که داریم گرده گل سابان هست که از گل‌های درمانی زنبور روی این گل‌های بکر کوهستان نشسته و این گرده به پاش میچسبه و به صورت طبیعی اینا جمع آوری میشه و این گرده سابان در سرطان‌ها ما اینو تجویز میکنیم. در عضله سازی کسایی که ورزشکار هستن میخوان برن باشگاه و تقویت عضله و انرژی داشته باشن، قبل از تمرینشون میخورن. چربی سوز هست، قبل از غذا بخورن لاغر میشه. چون ویتامین ها و املاح فراوان داره، بعد از غذا بخورن اضافه وزن درشون ایجاد میکنه، از زوال عقل پیشگیری میکنه و نیاز انسان به مواد معدنی و بسیاری از ویتامین ها رو تأمین میکنه به تنهایی و احتیاج به هیچ مکمل دیگه ای ندارن. گرده دیگه ای که داریم گرده چهارمغز هستش که اینم چهارمغزمونه که افزایش حافظه و تمرکز میده، از پوکی استخوان جلوگیری میکنه، ویتامین های مغزی رو تأمین میکنه و املاح مختلف داره و در رشد بچه ها خیلی خیلی موثر هستش. این گرده چهارمغز کسایی که دچار زوال عقلی میخوان بشن، علائمی از آلزایمر درشون ایجاد شده، این گرده روزی قاشق مرم بخوری ازش بکنن پیشگیری میکنه از این داستان. و گرده آخری هم که در اون کاتگوری گرده های گلمون هست، گرده بر پایه گل محمدیه. چندین گل در داخلش وجود داره، مثل گل شقایق و هلاله و ختمی صورتی و خود گل محمدی. گرده های این گل ها در داخل اینه سلامت قلب و عروق رو تامین میکنه، علائم یائسگی، گل گرفتگی رو کم میکنه، تحریک یائسگی رو کم میکنه، آرام بخش ریه رو پاکسازی میکنه، در سرفه، در عفونت های ریه، حتی سرطان ریه ما این رو میدیم، ملینه و روده رو پاکسازی میکنه و باعث سلامت گوارش میشه. این گرده ها هست. حالا بقیه رو در یک فیلم دیگه هستن، طولانی میشه. اجازه بده من دستبندی اثرها رو بیارم. بفرمایید. یه لحظه